فیلبن یه روستای فوق‌العاده زیبای مازندرانه که با این دریای ابر هیجان انگیزش یه سفر فوق‌العاده رو براتون میسازه. این روستا به خاطر اون طبیعت بکر و زیباش که تو نصف سال با این ابرای خوشگل احاطه شدن، این گردشگرها و طبیعتگرده زیادی رو تو فصل گرما به خودش جذب میکنه. این روستا به روستای 4 فصل معروفه، یعنی توی 2 روزی که ما اونجا بودیم 4 فصل رو به چشم خودمون دیدیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک، برف، آقا برف، همه چی دست به دست هم داده بود تا یه تجربه فوق‌العاده از این سفر رو ما داشته باشیم. با ما همراه باشین تا این تجربه عالی رو باهاتون به اشتراک بذاریم. با دوستات یه روزه پشو برو فیلبن، چون فقط 200 کیلومتر از تهران تا اقیانوس ابر فاصله دارید. ساعت 5 صبح را بیفتید به سمت جاده هراز، حدود ساعت 9 میرسید به روستای چلاب. آب و هوای این روستا خواب و از سرتون میپرونه. بعد از چلاب کوه رو که بالا میرید میرسید به قله فیلبن. کمپ وسط دریای ابر که میگن همینه. آب و هوای این روستا تو بهار و پاییز خیلی متنوع، بارونی، خنک، پر از مه و حتی خیلی موقعا برفیه. پس یادتون نره حتما با لباس گرم این سفر رو شروع کنید. اوایل پاییز معمولا خیلی سرد میشه، حتی محلیای اونجا هم بار و بندیل زندگی خودشون رو جمع میکنن و قشلاق کوچ میکنن. یکی از مهمترین مسائلی که باید قبل از سفر به فیلبن مد نظر داشته باشین چک کردن هواشناسی و آب و هوای منطقه است. البته اینم بگم یکی از ویژگی‌های اساسی روستای فیلبن غیر قابل پیش بینی بودن هواشه. یعنی مثل ما هواشناسی هم چک کردید، میرین بالا 2 روز میمونین توی برف و گیر میکنین و نمیتونید برگردین پایین. به نظرم بهترین تایم سفر به فیلبن اواخر بهاره تا اوایل پاییز. سفر ما 23 فروردین بود. درسته یه روز گیر کردیم توی برف، اما این تجربه فوق‌العاده که بتونی توی 2 روز 4 فصل رو ببینی و هیچی نمیشه عوضش کرد. هوا فوق‌العاده بود، دلمون نمی اومد تو اقامتگاه بمونی. بعد از صبحونه سریع آماده شدیم و دوباره زدیم بیرون.
از طرفی حسابی یخ کرده بودیم و گفتیم زودتر برگردیم اقامتگاه تا کار دست خودمون ندیم، اما دوباره پیاده می شدیم و گفتیم یه عکسمون نشه.
دوستان عزیز، این سفر ما هم به پایان رسید. امیدوارم شما هم به زودی این تجربه بی‌نظیر رو داشته باشین. ممنون میشم اگر محتوای ما رو دوست داشتین دکمه سابسکرایب رو بزنید، ما رو دنبال کنید و حمایتمون کنید. تا سفر بعدی، خدا نگهدار.